آقا به خاطر اینکه استقبالتون از این ادیت زیاد بود اومدم آموزششو واسه تون بذارم. بریم سراغ آموزش. خب اول از اینکه یک عکس وارد اینشات میکنید و تایمش رو زیاد میکنید از اون پایین. حالا میریم سراغ افکت و نورش رو کم میکنیم از اونجا و میایم یه فیلتر انتخاب میکنیم. حالا من اینو انتخاب میکنم. حالا این جیلبلک ها رو همون عددهایی که من میذارم شما هم بذارید و دقت کنید حتما اونایی که من میذارم باشه. حالا از قسمت PIP اون متنی که میخواید بذارید و وارد میکنید. من اینجا وارد کردم از قسمت بلند. حالا میزنم که اون سیاهی پشتش برداشته بشه و بک‌گراند اون ویدیو رو متن رو بگیره. بعد جایگذاریش اوکی میکنید و اونجا که میخواید باشه رو اوکی میکنید و در نهایت خروجی کار رو میگیرید. راستی رفیق، من این چنل رو تازه زدم و کلا 5 تا سابسکرایبر دارم. من توی چنلم کلی ادیتای دیگه در کنار آموزشش براتون میذارم. اگه خوشت اومد یه لایک، حداقل سابسکرایب نکردی هم نکردی، یه لایک به من کلی انرژی میده و باعث میشه ویدیوم به کلی آدم نشون داده بشه. دمت گرم. مرامی.